پشتی راگهاندنا آگربستکه عالی لإدلب جالی رژیم اسد و هجمارک ولاتین سیویل دیکم روژن آگربستا راوستاندنا شر لإدلب هاتن کشتن. ده داخیانی که ده تیما بروانیا سیویلش کرکر که ده انجام ایریشن رژیم اسد و هفپیمانیان افدولتیال دیجی داعش لسر باجار إدلب و گوندوارن و 28 ولاتین سیویل دیکم روژن آگربستی ده هاتن کشتن. اما تیمه لسر روپلا خویا فرمی داخویا کرن که ده دما کوبالا فرنشترین هپیمانیان افدولتیال دیجی داعش هجمارک آواهی لنزیک زوین باجاروک بروما لگوندوار إدلب کرا آرمان جه 27 سیویل جان خواجه دزدان. سربار کر که ولاتیک دنجی جبر ایریشن رژیم اسد لباجار کفر نوبل باشور إدلب هاتا کشتن. ده بیراگاندنا آگربسته یک عالی جه عالی رژیم اسد و روسیه و لرژیم اسد او آگربست بین پیکرو هجمارک باجار و گوند لإدلب کرن آرمانجه. اره لگوری تیمان افهاتی دای زانون که لباشور و روشالات و باکور گوندوار إدلب بازخال راستی ایریشان هات انگو سی باجاروک لإدلب به زیدتری نوت و 4 توپ و موشکان هات آرمانج کرن جالی رژیم اسد و سرباری بمبا باران کرنا باجاروک کفریا کود انجام و ایریشه ده زیان مادی مزن هاتن رودان. جالی خواه وزارت بروانی امریکا پنتاگون تکزی لسر آرمانج کرنا هپیمانیان افدولتیال دیجی داعش جبراگه که بسر خصنا القاعده لباکور إدلب کرو او گود که ده انجام و ایریشه ده بهتری چیل چکدار تروریستی کود ناوان ده هجمارک سرکردین القاعده جیهابون هاتن کشتن.